چطورین؟ خیلی خوشم به ویدیو امروز مردیا هستم. بچه امروز اومدیم با یکی دیگه از این بازی های این سرور سمی جذاب، بازی بد وارز نمیدونم چی اومدیم که چیز بازی کنیم. پابجی ماینکرافتی. من یه شورت ویدیو گذاشتم، یه نفر این بازی رو درخواست کرده بود، منم براش اینو گفتم بذارم که فکر نکنه با بی اهمیتی نسبت به کامنت شما. حتما هر نوع گیمی از این بازی میخواین، یعنی هر نوع گیم مودی از این سرور میخواین و داخل کامنت ها بنویسین بین اونایی که بهتون نشون دادم. منم کمال میل براتون خواهم گذاشت. اگه دوست دارین ادامه این پارت هم ببینین، حتما لایک این ویدیو رو به 3 تا برسونین که ادامه این ویدیو رو براتون بگیرم. اگه دوست دارین، اگه میخواین دوباره هم بد وارز برم، لایک رو به بازم به 3 برسونین. بازم فرقی نداره. اره لایک رو به 3 برسونین. لایک به 3 نشونه پارت بده. من نمیدونم لایک و 3 میذاری نشونه اینه که پارت بده براتون بذاره. هر چقدر لایک این ویدیو بره بالا، یعنی شما به این پارت بعد این بازی بیشتر دوست دارین. اگه کسی پارت بعد این بازی رو میخواد، حتما لایک کنه و بچه فراموش نکنین همین الان کانالمون رو سابسکرایب کنین، وگرنه نفری میشین، وگرنه جن نمیاد خونتون شب نمیذاره بخوابین، جیغ بکشه بعد شما نمیتونین بخوابین. بچه اینجا که میبینیم بالا نوشته که 2 نفر موندم، یعنی من و یک نفر دیگه که نمیدونم ماشاءالله کیه. فقط میدونم من و یه نفر دیگه اینجاییم. بله من این وزنم چیز نیومد. ایردراپ نه فوتو نیومده. خوبه. هرچه پارت بعدن گفتم لایک ها رو به 3 برسونید تا پارت بعد براتون بگیرم. بچه گیرتون اگه تازه هستین داخل این چنل، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله نوتیفیکیشن هم بذارید روی آل که هر وقت جدید میذاریم بیاین رو ببینین. اینجا چی؟ 30 ثانیه دیگه. اوکی باش. اگه 30 ثانیه دیگه است از اینها لوتای خوبی معمولا پیدا میشه. به اسنایپر خفن ما. اوکی بچه ایردراپ داخل زونه. هر زون هنوز ردیف نشده، میتونیم بریم و ایردراپ رو برداریم. امیدوارم که تفنگ چرخانی ما به مسلسل میگیم، نمیدونم مسلسلی هم نه، من میگم تفنگ چرخانی پیدا کنیم که شلیک کنیم و ویکتوری بگیم. امیدوارم براتون تو این دست اول ضایع نشن. بچه من و بارات اینجا این بازی زیاد بازی میکنیم با هم دیگه. اگه میخواین یه دستم بیایم با بارات فایت کنیم، مبارزه کنیم، ببینیم کی برنده میشه.
همین ویدیو رو لایک کنین و نظرتون رو بنویسین درباره این گیم که خوشتون اومد یا مثلا چی کار کنم، مثلا آموزشی در راجع به این بازی براتون بذارم، نمیدونم چی میخوام، مثلا چی کار کنم براتون تو پارت بعدی. دیگه میخوام اینو میتونید تو کامنت ها ببینید. بعد ببینید این رو چسته ببینید بچه، چسته جاییه که مقراره اینجا زور بخوره. به 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 آقای تیر زیاد. میلاسه خیلی خوب. تیپ جای امنمون بچه، این وضعیت ما. بهش میخوره کجا رفته باشه؟ به نظر بهش میخوره رفته باشه تو اینجاها، یه اطراف باشه، دورا به نظر بهش میخوره بیا رفته باشه بچه. بچه همیشه که مسلسل نمیده، یه وقتایی هم یه دونه اسنایپر خیلی قوی بهمون میده. حالا واسه اونایی که میدونن اسمش چیه امیدوارم ناراحت نشین که من بهش میگم اسنایپر. اگه میدونین اسمش چیه داخل کامنت ها بنویسین. هر کی این بازی رو کرده و میدونه اسم اون گان چیه به من بگه. نمیدونم اسم اون اسنایپر چیه، اسم این گانه بهم بگه، من میگم مسلسل. چطور مینیمم او دمش اینا ها بچه میبینین اسمشو؟ اینا خوب میبینین؟ ها بریم اونو بکشیم. سرو رو میکنه سوراخش، برو بریم سوراخش. ویکتوری برگاز ویکتوری. هی دکترم. اوکی دست اول با موفقیت وین گرفتیم. برو بریم دست دوم. چند دقیقه زد میکنه؟ 7 دقیقه. خیلی کوتاه. من فکر طولانی شده بچه. 4 نفر داخل بازی ان. اون بالا نوشته برامون. خب ببینید یه جای خلوت ما ردیف بکنیم خودمونو. اینجا آره اینجاها بله بریم اینجا خودمون باز بیام بپریم پایین. یه لوت دستباز میخوام. ای ولی لوت دستباز خوبی بود. ای کلاه لوت دستباز نیست ولی خب ما اینو به فرضی بود دستباز میزنیم. تو چه خبر؟ به به یعنی لوت های خیلی خفنی داخلشه. این از تفنگمون. یا تفنگ قابل قبولی نیست ولی خب خیلی داخل بازی این تفنگم ندارم بچه. به 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 اسنایپر داداشو بده من بینم بابا. اسنایپر بده که قراره دست دوم نوی باشه. باگ خوردم اینجا. مطمئنم دست دومم وین. آقا اگه فکر میکنید من خیلی ریلکس دارم موضوعاتو بچه، اصلا بازی سختی نیست. فقط باید از بقیه قوی تر باشه. اگه ضعیفتر باشه تا مردی مثل پابجی خودمون نیست اینجا کار کنی یه عجله باشه. خیلی من تازه تو عمرم یه بار من پابجی بازی کردم، اونم که خاطر ضعیف بودن کامپیوترمون که اصلا درست نمیتونم ولی یه بار بازی کردم. یا بیشتر یه بار گیم پلیش هم دیدم. او بچه صدا تیر رو میشنوید؟ بچه صدا تیر میاد؟ کفشمون
مثلا ببینم از بالا میتونم اسنایپشون کنم. اوه بینوش. سلام شب اشل. ببینم خبری اطراف نه سنم ایردراپ نیافته. خب نه فقط من یک نفر دیگه زنده ایم. عجیب چون زود بازی داره به پایان میرسه. خیلی زوده دیگه. دوخ بکنیم بچه ها. نمیشه خب چیز اومد زون. فیلم از اینجا کسی میتونم پیدا کنم بزنم. نه نریم اینجا. چه بریم مثل همین اینجا های اطراف باشیم. همین که بچه زون رو رشوی اینجا رو پوشونده. سیف کام فامیلیا چشم. همین که هستیم چکو مینیم و بله ایدراپ بیرون است ولی هنوز اون نخولدتش. خوبه هنوز نخولدتش زون. خوبه خدا رو شکر هنوز اون هیچ کسی جز من برش نداره. هیچ کسی جز من برش داره مطمئنم رو قلقممون میکنه. یعنی سوراخمون میکنه بچه. سوراخمون میکنه اگر به تفنگ چرخانی بیفته. چه یه نوگان دیگه هم هست که اگه بیفته این دستم خوب میشه. نشون بدن اگانه چیه. بله یعنی کسی چی؟ اوه چی دادش؟ این آموزم به چه ایمی شرده چه اسنایپی میکنه. یه ایلینگ چیزی داشته باشه من بده فقط بابا. این ایردراپ رو برداشت. صدا ایردراپ بود. منم صدا ایردراپ تو رو خدا. جون من نمیخوام نه من الکی که کسی رو چیز کنم. خب این فقط 2 نفر موندن. کمیدون من ببرم بین این 2 نفر. لالای لای لای لالای لای لالای لای لالای. ای وای گشنمه. غذا میخواد کارکترم. باید به غذا برسم. برام نمیشه غذا ندارم ها.
باورم نمیشه. باورم نمیشه. چی تفنگ چرخایی داره ولی غذا ندارن یتونم بودن. زودی اون غذا بهمون برسه. این مقاله غذا نداشت. داشتون کلمون چی بود؟ اوه های دیدمش. ای بابا قطعی من هیچ هلفی نداشتم. هی بابا تو بعد این دست ویدیو به پایان میرسه. بریم بعد خودت که آماده کن. برو اوه یه نفر دیگه فکر کنم اومد اینجا. ولی بدید نرسیدم بهش. یه نفر دیگه هم هست. شده من طرف گان داره. من سیب زمینی دارم. سیب زمینی داره. من سیب زمینی دارم. ای بابا. خب بچه ها این ویدیو هم به پایان رسید. این ویدیو به پایان رسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و خواستین پارت بعدش من براتون بذارم حتما لایک های این ویدیو رو به 3 برسونین و اینکه اگه تازه هستین داخل این کانال حتما ممنون میشم ازتون که ما رو سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعدی خدافظ.